Так, мо дарбораи чӣ гап мезанем? Дарбораи тарс. Тарса ба забони духтурӣ чӣ мегӯянд? Кӣ медонад? Кӣ гуфт? Фобия, касе гуфт. Фобос. Фобия мегӯянд. Забони духтурӣ терминологияш яъне ки ҳамун номенклатураи бемориҳои фобияро дохил мешавад, бемориҳои равонӣ. Тарс чӣ гап аст? Тарс бемориест ки дар олами чист? Дар олами эҳсос одам бемориҳои танагӣ дорад, бемориҳои эҳсосӣ дорад, бемориҳои ақлӣ, бемориҳои равонӣ, бемориҳои иҷтимоӣ дорад, бемориҳои табиӣ дорад ва бемориҳои ирсӣ. Ирсияташ касал мешавад. 7 намуди беморист. Лекин мо имрӯз тарса ки мегӯем, ин яъне бидонед ки барои чи шумо пеши духтурои ё ки соматикӣ танагӣ меред, кам сиҳат мешавед. برای که این چیز عالمی چیست؟ عالمی احساس. از عالمی احساس هست. احساس مغز راست ما عالم احساس هست. اینجا نستبینه مای صورت های obraz های اینجا همون اون چیزی که محبت نفرت بدبینی و همین چیزهایی که همه که در احساس های ما که میکنیم در همین مغز راست هست. در مغز چپ نام های همین نام ها ما برای این حیوان با همین چی فرق داریم؟ با مغز چپ من فرق داره. مغز چپ ما چی داره؟ نام های همه چی؟ اشیاء ها را دارند. اما همین حساب وقتی که آدم یگان واقعه را میبیند، واقعه در مغز راست بیوسته در مغز راست تاثیر میکنه. یگان مرگ زندگی، یگان صدمه، یگان حالتهای گوناگونی که در زندگی میشود میبیند یا که میشنود، گوش میکند، میخواند. یعنی که به مغز چپی او وارد میشود. هر چیزی که به مغز چپ وارد شد در مغز راست چی میشود؟ صورت. بود خاموشه. همین صورت ها اگر که ساخته نشده باشد بعضی طبیبای خلقی و میسازند. چی میبینی میگن؟ چی میبینی؟ بعد آهسته آهسته آدم چیکار میکند؟ بعد آهسته آهسته آدم همون کریستالیزاسیون یعنی که ترسش شکل میتیاد. و بعضی آدم ها میبینن که چی؟ حالی که ما پیش ما میبینند میگه نه من چی نمیبینم ما خرسند میشیم که ترسش چی است ولی ترسش هنوز چی نشده است. خاطر انکشاف نیافته است. خوبه. اگر انکشاف یابد صورت شود با اگر از شعور آدم بیرون شود یعنی دو تا شعور که شخصیت ویران میشود دو تا شعور رازبین میشناس یه پرسونالیزاسیون میگن یعنی که هم هوش خودشه هم هوش چی و صورت این وجه بیماری چی میشه بیماری پسیخیاتری میشه روانی میشه این وجه بیماری احساسی نیست این بیماری احساسی نیست وجه همین صورت همین حس همین گپی که در سر در اومده در اینجا صورت شد تاثیر میرسونه به هیپوتالاموس. هیپوتالاموس هیپوفیز دارد و در اینجا داروهای حاصل میشوند بر مانند داروهای ادرنالین که تاثیر میرسونند در مغز مابینی و مغز مابینی پولتی ماه پولتی تنای ماه بود خرد باشه. در همه حالت همین دارو تاثیر میکند مثلا میگیم در کار دیلش چیکار میکنه با استز میزنه ما دو وقتی که هر باری میترسه دیلش چی استز میزنه این تاثیر میرسونه در جوغر از دارو زیاد حاصل میکند بعد میگن تا اندوکرینولوگ برا جوغری درونی داری برا تا بچه این تاثیر میرسونه در شکم
همین چرا میجخه حدود زیر میداره آدم سوز کار نمیکنه رو داغش من دویم شکمش ما راحت هست و میگه چشمای شکم ما خیلی پانکراتیتش میکنه این تاثیر میرسونه در تلخه مرکز تلخه را میجخه این تاثیر میرسونه در روده ها این تاثیر میرسونه در ستون را پوشت انسان را این مرکز داره که هر کدامش بعد موشکو میجخن موشکو جخیدن گردش خون ویران شد درد پیدا میشن ما آدم ناراحت دویم ستون راش چیست ناراحت این تاثیر میرسونه در تورهای هستن این تاثیر میرسونه در منسترواسیون زن ها این تاثیر میرسونه در صحت شوی آدم در صحت میشه این تاثیر میرسونه کسلی داولی نمیشه یا اشتا دو روز دوام کنه خندش میکنه این اگر نمیخواد دوام کنه میتونه کسلی روحیش کنه تاثیر میرسونه در تولد کنی یعنی که میتونه که تولد کنه یعنی مرد امکاناتش تاثیر میرسونه از این برمیاد که نگاه کنید یک چیزی عادی زیاده از 300 نمود کسل پیدا میکنه یک ترس یادی اکو دیدید چی بود است نه؟ کسلی چی بود است؟ رشنی بود است همه میرن بیچاره در دخترو میرن نیوروپاتولوگ بازار میرن بعضی سو اندوکرینولوگ کسلی کاردیولوگ میرن فایده چی؟ فایده کم میبینن چون که برای که اونا درست میکنن لیکن برای که چخورتر بفهمن این چیزا باید پسیخولوگ بودن نکن پسیخوتراپی بودن نکن انا برای این بعد ای دکتری کار میکنن پیش کی میرون؟ پیش طبیبو میرون بعد طبیبو چیکار میکنن اونجا کمتر بعضی چیزای روانی دارن تاثیرش میرسونن مثلا لیکن بیماریش چی گم نمیشه همینجا بیش چیست که همینجا میتونن که صورت در سر دورانن یه بخشی چی میبینی بعد معنی زندگیت فقط همین میشه یکی طبیب بیا اگر بخونه علم ما را یاد بگیرد میدونه چه باید کمک میکنه مردم خیلی استرس هست استرس این ترس سبوکه خلاص چیزی که اذیتی سبوکه که اولی هنوز آدم ناراحت نمیکنه ما چیکار میکنیم ما با سر باید چی اندازیم سخنهای نو ما گپ میزنم ما در سر باید چی بسازیم صورت ابرازهای صحتی را صورت ابرازهای صحتی داروهای صحت کننده را حاصل میکنن بعد دلت آرام میشه هورمونات چی درست حاصل میشن کار معده و روده درست میشه و من صحت شدن میگیری اگر همین چیزا یاد گیری همگی سه قدمه یکم قدم این سخنای دوم قدم این ابرازای تصویر سوم قدم این حسی سلامتی همین سه قدم در سکوت کبیر چی هستن اکنون فهمیدید که برای چی در کار بود سکوت کبیر اکنون فهمیدید برای چی ازیادش کردن در کار یعنی که همین چیزا من دائم میگم که اگر شما خواهید که دور دراز دارو نخرید دور دراز مثلا داولین نشوید عذاب نکشید مشکل تو نشود تستر همین یاد گیرید هر زمان در سر خودتون شما وقتی سکوت میکنید گپ خوب میپرتوید سر شما صورت چی نو میسازه صورت ابرازای خوب میسازه این تاثیر میکنه در داروخانه ما داروخانه دارو حاصل میکنه پولتی تنه ما مغز دراز روی عضوهای ما را اداره درست رگورا میکشه گردش خونه درست میکنه آدم نیکبین میکند وقت خوش میکند تنش خوب دارد استودنت فهمیده استودنت یکم روز آمد یکم روز فهمید ما فکر میکنیم که اوستویست همین چیزا را اگر درک کند اوستویست همین حالا چی مشمولا میگوید ما فهمیده ده سوال دارید اوید به همین بیماری که این قدر کارها کردن این سودهای کلان در خارج اویدی همین چی کار میکنن ترس مثلا مردم اسکرای امریکا اسکرای دولت شوروی در هر جا جنگ میکنن خلاص عراق جنگ میکنن لیبیا در میروند سوریه در جنگ افغانستان در جنگ اینا که جواب میشوند وقتی جواب میشوند در گرجدن که میروند در زندگی شهروندی اینا بیماری سندروم ویتنامی میشوند سندروم ویتنامی همینه وقتی تو جنگ میکنی جنگ با زندگی عادی شهروندی میره فکر میکنی که هم جنگ کردیست
من مرا شو جان دارم توجیکستان جان داره گوشت خوردن نمیتونستم بشون. Interesante. یعنی که این همون سیندروم ویتنامی است. یکم اسکرای امریکایی شدن که در ویتنام جمع میکردن. در ما هم هست بعضی همین سیندروم شکل‌های نمو داره. افغانسکی سیندروم میگن، تاجیکسکی سیندروم میگن مثلا. همین یعنی که در روحیه همه آدم همین حالت احساسی میمونه. برای همین کنگرس امریکا با اساسیاسیون پسیکوتراپیوتای امریکا مراجعت کرد که علاجش یابه. در فرانسه اینستیتوت فوبیا ترس چندین علما در اونجا کار کردن. چیکار ما هم در برابر همین به شکل همین عادی هم باشد، پریمیتیو هم باشد، لیکن ما هم تونستیم شکلی میشکنیم که امروز ما کمکی خوب شما رسانیم. و کسایی که مثلا همین مسئله چی ناراحتن. زنها نسبت مردها همتر قینتر و دیرتر چی میشن. لیکن بعضی زن هست که از مردا کم چی هست؟ زودتر و بخواتر است. برای زن از عالم چی هست؟ از عالم احساس. انا وقتی که ما سخن میگیم خلاتون رو بکار میداریم، فکراتون اساس میکنیم. شما چی میشه؟ شما آدم دیگر میشه. آدم معلومات دار، آدمی که درباره بیماریش میدوند، این آدم صحت شویش آسانتر و خوبتره. آدمی که نمیدوند، ترس هراسش بسیارتره. نمیدونه چی گپ میشه. برای این بدونه که پرابلمای شما دارید، از روی نقطه نظر تیپ انشالله حل شوندن، ما شما رو کمک میکنیم. وقتی چی سر شد؟ سیانس تابت ما امروز بر ضد چی است؟ بر ضد ترس. دین سیانس ما برای چی بود؟ اراده. کی توانست که بگوید که من نتوانم صحت باشم؟ این نکرده نه؟ من نتوانم. از دست من بسیار کارها را میتوانم. اما همین امکانات های شما را چیکار میکنم؟ امکانات های شما را وسیع میکنم.